دوستان، خوش آمدید به کانال پخت و پزهای خانگی. چند مدت شد که ویدیو هم نکردیم، خیلی از سبب دوادوی زندگی بودیم. بسیار کامنتاری شد که ویدیوهای انتظار و خیلی خواهش کردن که کانال پیش بریم ویدیو کنیم. من نصیب امروز بوده است، خواستم با کانال پیش برم. امروز خواستم قروتابی تاجیکی تیار کنم با فطیر ورقی. اول خمیرش تیار میکنیم. من برای یک دانه فطیر محصولات گرفتم. فطیری کلانی ورقین، 250 میلیلیتر آب، نیم کیلو آرد، دراش و نمک لازم است برای خمیرش. میتونید آب خنک‌تر گیرید. برای فطیر آب خنک‌تر استفاده برید، به حد نقص خمیر ما آب نمیشد. برای همین آب خنک‌تر گرفتم. برای داخلش من مالیدنش مسکی من خزری تاجیکی خدمان گرفتم. تیاپلینه انمی محصولات برای فطیر لازم است. میتونید روغن گاو استفاده برید یا که مسکه استفاده برید. کاسه گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن کریم آب پاییزو برکت آب برکت من آب دراش نمک شو آب میکنیم. من آرده انداخته خمیری سخت تک تر میکنیم. یک دانه زواله شد. ما خمیرمه به مدت 10-15 دقیقه زیاد نمیمونیم. 10-15 دقیقه دم گیرد تمام. خمیرمه باید ورمی سخت نکند برای فطیر. من همین طرف میگذاریم خمیرمه. اما خمیری ما هم دم گرفت. ما شروع کنیم. انا خمیرمه شروع نکنم. نه روغن آب کنم شروع همه جاشه روغن میکنیم. من فطیرمانو پیچاندیم. کمتر نگاه داشته بعد گشاده میپرم. من فطیرمانو شروع نکنم. نامپر میزنیم. من شروع نامپر کردیم. از سبب خمیرمو روغنی بودن کمتر آب پاشیدم. من 30 دانه میپاشیم. من فطیرمو پخته میگیریم. تا پختن فطیرمون ما دیگه محصولاتش تیار میکنیم. من با قروتابی ما چی ها لازم؟ پمیدار، بادرینگ گرفتم، اوکراپ، پیاز میده کره شده، قروت، من سمیتانه گرفتم. قروت هم خیلی آب کره میکنم بسیار کم بودنش. سمیتانه گرفتم، سمیتانه آبی جوشقتی. من برای روغنش همین روغن استفاده میبرم. به حد روغن. من چگونه میبینید فطیر ما هم تیار شد. نگاه کنید چقدر سرخی شروع اومد. ورقینی از سبب طبقه چوبینم نبودن من دو طبقه تیار میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما فطیره ریزه میکنیم. فطیره بینید چقدر ورقین اومده. قط قط ورقش. من پیش وقتا خمیر تیار کنم بسیاری بد خمیر تیار میکنم. از همین چینقتی یاد گرفتگی همین چینقتی میکنم نرمه. یعنی یک تا فطیر در کار باشد یعنی دو تا در کار باشد. داشت همین نیم لیتر کنیم دو تا فطیری کلان بیاد. یک لیتر کنیم 4 تا یا که 5 تا فطیر میشد. 4 تا کلان کلانو 5 تا سریعی میشد. برای همین چینقتی کار کنید که همه وقت وای میشد. موافقی طلب میشد. روی همین من فقط می چینقتی میکنم. من سمیتانه آبی جوشبه همراه کردم. قروتایم میده کردم. من ولی فطیرمو میریزیم. خیلی خواهید نمک همراه کنید. شورت کنه از منین نباشد. نمک هم لازم نیست. شو فطیرمو تر میکنیم. بسیار خواهش شدگی بود قروتا تیار کنید. من فرصت همین روز بوده است. قروتا خدا مخصوص من شروع نکردم که من خیلی بیاد. من پیازی ریزه کرگیم میگیریم بالاش به من روغن سخت
гарм кардам. Боло пиёз мерезем. Бисмилла. хоҳед бисёртар кунед, хоҳед камтар кунед, бо хоҳиши худ. мо акнун мана помидор, бодрингомо, мана укроп. ман помидору бодринга намак карда будам. мана укроп мепошим. мана чӣ гуна мебинед, қурутоби тоҷикӣ мо ҳам тайёр шуд. шумо ҳам ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. нигоҳ кунед фатирош чӣ қадar болаззат омадааст. шумо ҳам ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. канали моро дастгирӣ кунед, подписатсия кунед, ёру дӯстое даъват кунед. иншоалло боз бо дастгирии шумо видеоҳои беҳтару беҳтар мешавад. хайр, то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.